در صحنه زندگی هر کدام از ما نقش و وظیفه خاصی داریم. آن مأموریتی که خدا به شما داده است منحصر به شماست و فقط خود شما می توانید آن طرح خدا برای زندگیتان را انجام دهید. خودتان را با دیگران مقایسه نکنید. شما یونیک و خاص هستید. مقایسه کردن شادی و زیبایی زندگیتان را از بین میبرد. سعی نکنید نقش شخص دیگری را بازی کنید. به دنبال آن طرحی باشید که خدا در قلبتان نهاده و کارتان را عالی انجام دهید. به خدا اعتماد کنید و جلو بروید. افکار خدا با افکار ما، راه‌های خدا با راه‌های ما فرق دارد. فکرهای خدا برای ما سعادتمندی است، نه تیر بختی. پس به طریق‌های او، به افکار و راه‌های مسیح در زندگیتان اعتماد کنید.